دوستای خوبم سلام، نفیسه هستم. خوش اومدین به کانال من. امروز من یادم رفته و میکروفونم با خودم ببرم، به خاطر همین مجبور شدم که دوباره صدا رو ضبط کنم. امروز میخوام شما رو با یکی از شگفت‌انگیزترین جاهایی که توی توکیو دیدم آشنا کنم. موزه تیم لب بوردلس اسم این مکان دیجیتال هنری هست که مرز بین واقعیت و خیال رو کاملا از بین میبره. همونطور که میبینید همه جا پر از نور، رنگ و حرکت‌های جادوییه که با تکنولوژی و هنر ترکیب شده. نکته جالب اینه که هیچ دیواری بین آثار وجود نداره و شما میتونید آزادانه توی فضا حرکت کنید و با نورها و تصاویر ارتباط برقرار کنید. اینجا پر از اتاق‌های متفاوت با تجربه‌های منحصر به فرد هست. هر بار که وارد یک فضا میشین احساس میکنین که وارد یک دنیای دیگه شدید. اگر به هنر مدرن، تکنولوژی یا فقط یه تجربه خاص و متفاوت علاقه‌مندین، این مکان قطعاً باید در لیست سفر شما باشه. روی این دیوارم حروف ژاپنی نوشته میشه.
امروز با دیدن تغییر رنگ و طرح‌ها روی دیوار یاد زندگی خودمون افتادم. اینکه از بچگی تا بزرگسالیمون چقدر تغییر توی زندگیمون ممکنه رخ بده و با تمام اون تغییرها و چالش‌ها بازم زندگی ادامه داره. مرسی که با ما همراه بودین. اگه دوست دارین جاهای بیشتری از توکیو رو ببینین حتما کانال منو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. اسم کانال من هست نفیسه آرت سیدنی و خیلی خوشحال شدم که با من تا این لحظه همراه بودین.